خب دوستان ارجمند میگذاریم ما با رقابت دیگر. این البته بازی دستای پاریس سن ژرمن و استون ویلا است. خاطر رسانی میکنم که بازی یکمی دسته ها با حساب 3-1 جنببست گردید و شما خوب در خاطر دارید که چگونه مورگان روجرز از دسته استون ویلا حساب بازی رو کشید و بعدا توانستند خویچه که ورز خیلی دزیری دوی با زدن گل در آن رقابت شرفیاب گردند و با حساب 3-1 خوب دسته PSG پیروزی را به دست آورد. همچنین نونو مندش یک گل دیگر اونجا در آخر دیدار به هدف رساند. و اکنون که این رقابت را ما متوجه می‌گردیم، چی میتوان گفت در این رقابت؟ دسته استون ویلا میتواند بازی ارزنده را بر مقابل PSG نشان بدهد یا خود پاریس سن ژرمن الکی کار خود را حل کرده است؟ پیش از بازی یکم من گفتم بازی برابر میشود استون ویلا با PSG. این به کدام خاطر؟ به آن خاطر بود که در این موسم دسته استون ویلا غیر لیگ چمپیون دیگر در همه مسابقه ها خوب برآمد کرد. مثلا در ماه فوریه ببینید که در 11 بازی برگزار کرده خود این دسته 10 بازی خود را با غلبه پس سر کرد و اینچنین با دسته جلب کردن بازیگران تجربه‌دار کلا بر رفتی برآمدهای این دسته در موسم جاری تاثیر مثبت رسانید. مثلا اسنسیو اومد، مثلا رشفورد رو آوردن و خود اونای امری هم تمرکز کرده است فعلا در لیگ چمپیون ها. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها الکی باوری دارند که در موسم آینده موقع خود در جدول پرمیر لیگ انگلیس برای لیگ چمپیون ها تامین کردند. بله. خلاص بازی با اصطلاح بگم بازی خیلی سخت می شود، از روی تمپ با سرعت بلند برگزار می شود و دسته PSG هم ببینید که در لیگ یک فرانسه آنها تماما دیگر پرابلم ندارند. آنها چمپیون برای تریبل کردن لوئیس انریکه انگیزه دیگر دارد. آنها در جام فرانسه هم تا فینال یک ماه دیگر وقت دارند. مثلا باز یک هفته دیگر آنها الکی استراحت کردند چون که بازی رو به وقت دیگر گذراندن. به خاطر چی؟ به خاطر که با استون ویلا بازی داشتن آنها. ولی دسته استون ویلا در پرمیر لیگ انگلیس برای استون ویلا چنین امکانیت ندادن. برایشون خیلی اندکی همین چیز وزنین‌تر گذشت، نیرو صرف کردن. از این خاطر با همین هم گفتم میتونم که دسته استون ویلا در مقابل PSG بازی برابر نشون داده میتواند. بله، امکانیت‌های استون ویلا در خصوص به بروسیا دورتموند بیشترند و ببینید اگر آن گل سیمین نونو مندش نمیشد ما اینجا میتوانیم گفتن که امکانیت حتی 50 بر 50 می بود. ولی ببینید از یک جانب دیگر تناسب گلی 2-0 بگیریم خطا نمیکنیم، 2 گل تناسب دارد PSG. ولی خود فکر کنید که اولین مرتبه بعد از 40 سال در ورزشگاه خانگی ویلا پارک چنین بازی با حشمت در چنین مرحله بزرگ دایر می شود و مخلصان دیر باز انتظار بودند. ببینید اگر که بازی در انفیلد می شد ما می گفتیم که انفیلد چنین بازی رو زیاد دیده است و کامبک ها رو مخلصان بسیار دیدند، ولی برای استون ویلا در شهر برمنگهم این چیز نو است و باید قید کرد که آنها می توانند انگیزه بیشتر بگیرند در پیش مخلصان خود و مخلصان انگلیسی با آن شروع آقایی که دارند تا جای می تواند نه اینکه ما را در حیات گذارد، آنها می تواند جهان را در شگفت گذارند و باز هم PSG که ما زیاد تعریف میکنیم عجب نیست که PSG می تواند از ادامه رقابت ها محروم شود و برای این چیز اساس ها هم بسیارند و ببینید اگر این مراتب PSG از چنین امکانات استفاده نبرد و اگر این مراتب برعکس که رئال مادرید باز قهرمان شود، پس میتوان گفت که رئال مادرید مدام در این چمپیونات قهرمان است و PSG هیچ مراتب دیگر جایزه گرفتن نمیتواند. بله. و PSG در بازی ها مقابل دستای انگلیسی مخصوصا در این موسم مشکلات داشت. اگر خطا نکنم در مقابل آرسنال اگر خطا نکنم بازی کرده بودن. نه بعد از آنکه ببینید لیورپول رو اون وقت بهترین دسته در جهان رو شکست داده بود، ماز باوری نسبت به PSG از همون وقت بیشتر شد. تا اون وقت PSG رو هیچ کس فاوریت هم نمیدونست، برای قهرمانی هم عموما پیشگویی نمیکرد. بعد از آنکه لیورپول رو شکست داد الکی PSG رو چون قوه بزرگ شناختند، ولی اون که استون ویلا بر این دستا مدام به قول یک تونوس بازی دارند، هر هفته بازی تاپ رو دایر میکنند، هر هفته در یک حالتی سرگرمی و آمادگی قرار دارند. PSG باشد الکی قهرمان است و بعد از یک ماه تنها یک فینال بود است، اونم با احتمالیت زیاد باز هم یک جایزه میگیرد. این چیز میتواند مانع PSG شود. گپ اصلا سر همین چیز هم میرود، یعنی دسته PSG تو همون بازی با لیورپول گویم که بسیاری ها اونقدر جدی هم نمیگرفتند دسته مذکور رو، چون اگر ما به مرحله لیگ هم نظر بندازیم این تیم در قطار توپ 8 حتی نبود
چون که در مرحله آخر بله در وقت مشکلات داشتن برای تمام در بازی اخیر خود را مرحله از نوسازی دسته بود، مرحله احیا کنی دسته بود و وقتی که احیا شدن دیگر اونها یگان بازی پرابلماوی نداشتن در ادامه موسم. برای همین دسته پی اس جی اکنون در مقابل استون ویلا شانس زیادتر دارد، ولی استون ویلا باز جنبه های دارد که ما میتونیم گفت که در مقابل پی اس جی ایستادگی کرده میتواند، حتی گذار کرده میتواند. اولش اینکه انگیزه بلند این دسته که این موسم مثلا یک موسم باور نکردنی رو پس سر میکنند با رهبری اونای امری و اونای امری هم علاقه با اصطلاح گرگ کهنه است در مسابقه بین اروپایی و میتواند که در یک هفته کمبودی هایی که در دسته هست از حساب اون بازیگران جوانی که این سال نام بلند یعنی که در عالم فوتبال شناختند از این حساب میتواند اون کمبودی که در بازی گذشته زود برطرف کرده تواند، چون که آنها انگیزه دارند. وقتی که انگیزه نباشد در یک هفته نمیشود کمبودی ها رو برطرف کرده. سابق سرمربی پی اس جی باز از این سابق سرمربی دسته پی اس جی است و هیچ نه اقلا شناس هست با اسلوب دسته پی اس جی که باید مقابل اون چیکار کرد. بر ضمن همه این گفته‌های شما یک معلومات دیگر خیلی مهم که بازم به نفع دسته استون ویلا اون است که این تیم در موسم 2024-25 در میدان خانگی خود 25 بازی را گذرانیده است و تنها در 2 بازی شکست خورده است. آنها از ارسنال در پرمیر لیگ انگلیس 2-0 مغلوب شدند و همچنین از کریستال پالاس در خوب مسابقه جام لیگ انگلیس مغلوب گردیدند. دیگر در همه بازی‌ها یا غلبه به دست می‌آوردند و یا بازی‌ها را مساوی انجام می‌دادند. یعنی با اینجا با ویلا پارک دسته‌های خوب مثل باواریا آمد که شکست خورد با حساب 1-0. لیورپول در اینجا بازی را 2-2 جمع بست کرد. منچستر سیتی در اینجا 2-1 بازی را به اتمام رساند. یوونتوس به اینجا آمد و اون بازی 0-0 جمع بست کرد. یعنی چنین دسته‌های بزرگ به ویلا پارک آمدند و نتوانستند پیروز بگردند. استون ویلا آنها را شکست داد و اکنون که پی اس جی به این دسته میآید. ولی ما و شما پی اس جی را در بازی با خوب لیورپول هم دیدیم در انفیلد که اونجا شاید به مراتب مشکل‌تر باشد بازی کردن با همه اون اتمسفری که در انفیلد مخلصان لیورپول برای رقیبان گیم که سازمان دادن میتوانند مشکلی ها را ایجاد کرده میتوانند و پاریس سن ژرمن واقعا هم این زمان بهترین بازی را نشون میدهد و ما شما این چیز را مشاهده میکنیم. پس چرا ما پی اس جی رو یکی از فاوریتان و حتی فاوریت اساسی لیگ چمپیونان نگوییم و بارسلونا را گوییم؟ اینجا فرق این دو دسته چی است که ما بارسا را بلندتر میشماریم پی اس جی را پستر؟ این گپی تو البته که جا دارد. باید ما پی اس جی هم در قطار بارسلونا مثلا شانس برابر دیم در برابر بارسلونا، ولی آورا فضا یا همون واهمه‌ای که این سال در نسبت بارسلونا پیدا شد مخلصان زیاد مخلصان بشمول بیشتر تکیه کردن با دسته بارسلونا. یعنی که توجه نسبت دسته بارسلونا زیاد است و چگونه گفته ما با دسته پی اس جی تا اون که لیورپول رو شکست نداد ما توجه جدی نبود، جدی نه با اون جدی مناسبت نمی‌کردیم، ما جدی قبول نمی‌کردیم این دسته رو. ولی امکان هست، ولی وقتی که پی اس جی رو در مقابل بارسلونا میگذاری از نگاه مثلا بازیگران، از نگاه تاکتیک گذاری، از نگاه حتی سرمربیگی و از نگاه مخلص داری دسته بارسلونا اندکی در نسبت در قیاس با پی اس جی در نظر آدم اندکی جدی‌تر میتونه. ولی من فکر نمیکنم که مثلا در مقابل پی اس جی تو پی اس جی رسیدن دسته بارسلونا همه دسته رو میگذارد. اولین وقتی که از این بازی با روسیه گذشت اولین چیزی مشکلی که برای او روبرو میشود اگر اینتر باور رو گذارد این اینتر خواهد اول اینتر رو گذارد بعد در وقتی که با پی اس جی روبرو شد در اون وقت با اصطلاح چقچق میکنه در مورد کدامش تا اونجا رود. بله تا اونجا حتی خود پی اس جی اول تا اونجا رود. بله من فکر میکنم که پی اس جی از بارسلونا اندک پوینتر قرار دارد. چرا؟ برای آنکه ببینید در صف پی اس جی یک نفر تنها در سال 2025 بیشترین گل زده است. عثمان دمبله در بارسلونا از همه باشگاه بیشتر گل زده است. یک عامل یک طرف اگر سر میزنیم به استعدادهای داخلی که فوتبال فرانسه پروریده است همین خیلی دیگر پر استعدادتر از این نفرانی که در فوتبال اسپانیا را نمایندگی میکنند و دستپروران اکادمی لاماسیا از همین یامال بهتر البته نه دوی است نه برکلیایی که علاقه موقع خود از دست داده است و نه کسی دیگر. ببینید این چیز عامل دیگر تجربه خاصی که بارسلونا دارد نوبست از آن که 10 سال چمپیون شده است ولی که مدام یکی از دستای سر تجربه دار و قدرتمند لیگ چمپیون‌ها
این چیز عامل کلیدی است. ببینید PSG در لیگ چمپیونان مدام میلانگات با داشتن کل اون استرگان و استثنای این موسم البته و خود فلیک ببینید این موسم چی دستور شکست داد. خود ریال مادرید گل بارون کرد، دستای دیگر رو البته در لیگ چمپیونان تا جای تا این مرحله سیر سبک دارند. ولی ما با وجود این عاملا بارسلونا اندک بالاتر از PSG میسته. بله. خب فرض کردیم PSG استون ویلا رو گذاشت، بعداً در دور نیم نهایی هم بازی خوب خود رو خو آرسنال خو ریال باشد نشون داد، با فینال رفت، قهرمان شد. در این صورت امکانیت های عثمان دمبله برای گرفتن توپ طلا چقدر زیاد می شود؟ امورهای او رو دیدن در کار. مثلا امورها در فرانس فوتبال همه خلاص که مثلا برای که چند سال اخیر نقش یک بازیگر نه تنها در گل زدن و در امورهای گلی رو زیاد کردن نیست، نقش یک بازیگر رو نگاه میکنن که در مثلا جنبه های دیگر چقدر است، در دسته او بازیگر کلیدی هست یا نه، چی تاثیر میگذارد. این چیزا چند چیزای دیگری هست که مثلا 2-3 سال اخیر در همون کریتریای توپ طلایی قوش شده است به قوله. و عثمان دمبله من فکر میکنم که امکان دارد در صورت مثلا تریبل کردن، در صورت امورهای خود رو زیاد کردن، ولی باز در فرانس فوتبال باز از دسته های دیگر با بازیگران رو میبینن که چی نقش داشتن. ولی ببینید علاقه عمر و تازه خوب است. اگر قهرمان شود دمبله من میتوانم گفتن که او میتواند یک از فاوریت‌های اساسی برای توپ طلا باشد. ببینید علاقه تازه تاثیر بخشی او نظر است عثمان دمبله در جمع کردن جایزه در فرانسه البته چیزی تعریف خاص نیست، ولی در لیگ چمپیون‌ها با پس سر کردن چنین دستا او میتواند یک از فاوریت‌ها برای گرفتن توپ طلایی باشد. ببینید سالا برای چی گریه کرد بعد از اونی که از خود دسته عثمان دمبله شکست خورد و امکاناتش به مراتب کمتر شد. عمرهای خوب داخلی، عمرهای گلی و عمرهای عثمان دمبله عین حال در سال 2025 از همه بهترین است. خب عمرهای عثمان دمبله خب در موسم 2024-2025 در لیگ قهرمانان این فوتبالباز 7 گل دارد. در موقع چند دو پاس گل بخشو در لیگ چمپیونان اونجا سرو گراسی است، یعنی در زمینه اول فوتبالباز مذکور از نگاه زدن گل ها قرار ندارد، اما فوتبالباز مذکور این زمان 7 گل دارد در لیگ چمپیونها. خب بعداً در لیگ 1 فرانسه فوتبالباز مذکور در 26 بازی با زدن 21 گل دست یافته است و همچنین 5 پاس گل بخش دارد. ولی ما اگر قیاس کنیم مسابقه داخلی رو، یعنی لیگ 1 فرانسه رو و پرمیر لیگ انگلیا رو، اونجا ببینید که محمد صلاح چگونه عمر دارد. الکای 27 گل دارد، 18 اسیست دارد. گپ سر پیروزی در لیگ چمپیون هاست. ببینید این چیز عامل کلیدی است. ببینید شما سوال شما این بود که اگر که PSG چمپیون شود، اگر ما همین اگر عامل کلیدی رول کلیدی میبازد. ببینید صلاح باز میگویم تکرار میگم برای چی اشکره؟ برای آنکه او یک از فاوریتان اساسی بود و لیورپول هم شناخته میشد. ببینید دسته رقم یک جهان بعد یکی شکست خورد، امکانات ها ببینید فایزها کمتر شدند و عین حال عثمان دمبله پیشرفت‌تر است. ولی اینجا از یک جانب دیگر ببینید اولین بار در تاریخ فوتبال میتوانند 3 دسته انگلیسی 3 جایزه باشگاه اروپا را به دست آورند. اینجا منچستر یونایتد در لیگ اروپا است، اینجا آرسنال در لیگ چمپیونان است و چلسی در لیگ کنفرانسیا. این چیز را هم نباید از مد نظر دور ماند. من فکر میکنم که اگر دسته بارسلونا دسته نه اصلا اینجا گپ سری رافینا میرود. بله، چون که من همین رو گفتم بودم رافینا امکانات‌های زیادتر دارد. رافینا نظام بهترین نشانزن در لیگ چمپیونز است، 12 گل دارد. باز آنها امکان چمپیون شود اگر PSG چمپیون اما بارسلونا امکان چمپیون شدن در لالیگا بود مثلا. ببینید اگر PSG چمپیون شد ما این رو یک طرف میمونیم. ببینید اگر درست بارسلونا اگر PSG هم چمپیون شود، ایمون بک در اینجا امورهای یک فوتبالباز به نوبت گرفته می شود. تاثیر بخشی یک فوتبالباز به نوبت چگونه که سال گذشته رودری هم می‌خورد. ببینید در گذشته نیز نفرانی که در لیگ چمپیونان پیروز میشن، البته در گذشته رقابت چون وقت رقابت 2 نفر بود، ولی اساسی ترین چمپیونات باشگاهی جهان که خود لیگ چمپیونان است، این چیز رول حل کننده میبازد. او چمپیونات های داخلی یک طرف میستند، زیرا که لیگ چمپیونان چرا موسم گذشته نقش اساسی نبودید؟ لیگ چمپیونان گذشته اوجا عموما چمپیونات اسپانیا بود، در یورو رودری پیروزی به دست آورد. بله این چیز بعداً باز منچستر سیتی و نقش خوب این فوتبال باز خیلی زیاد نفران اساسی که در لیگ چمپیونان این زمان از نگاه زدن گل ها و اون بازی زیبا نشون میدن. رافینیا 12 گل دارد، لیواندوفسکی میبینیم که اینجا 11 گل دارد، سرو گراسی 10 گل دارد و خوب بالاخره شاید از نمره مبارزه نصیب شود و باز هری کین هم فراموش نکنیم، تنها 2 گل کمتر این زمان دارد از رافینیا. میتواند
میتواند یعنی این فوتبالباز هم با باواریا حتی از اینتر گذشته بعداً آهسته آهسته بازیگر مذکور هم بهترین نشانزن شود در لیگ چمپیون‌ها و هم برای گرفتن توپ طلا مبارزه برد. یعنی اینجا هم تا هنوز هیچ چیز معلوم نیست، استثنا نمیکنیم، این چیزها رو استثنا نمیکنیم، ولی اون سوالی که من دادم واقعا پاسخ به اون شد همین خیلی باشد که اگر واقعا هم طور ایمون بگفت پسیج اگر قهرمان شود خوب امکانیت های این فوتبالباز یکی از فاوریت‌ها به حساب می‌رود. تو طلای هم در پاریژ خودی فرانسه می‌دن یک بار از این چیز امکانیت‌های دمبله زیادتر است. بله یعنی اینجا همه چیز میتواند به نفع دمبله شود، هم در پاریژ داده میشود از جانب یک نشریه که در خود کشور فرانسه است، نشریه فرانسوی با فوتبالباز فرانسوی از دسته فرانسوی، یعنی این همه چیز میتواند به نفع عثمان دمبله باشد. ولی یک بار عقلاً بیگانه نکنند، یک بار به خودی دیان. بله خب اگر یک سوال آخرین از نگاه مهارت و انفرادی نظر بندازیم به همه دستایی که امکانیت رفتن اکنون دارند به دور نیم نهایی، یعنی اینجا ما بازی‌های اول نتیجه اونها رو با اینوبت میگیریم، خب آرسنال رو اینجا میگوییم، ما اینجا بارسلونا رو میگوییم، ما اینجا البته اینتر رو میگوییم و ما اینجا پی اس جی رو میگوییم. از نگاه مهارت و انفرادی من در نظر دارم بازیکنان مثل لامین یامال، دزیری دوی، خویچ کواratskhelia، عثمان دمبله، خب در آرسنال بوکایو ساکا، وینیسیوس و دیگران، در ریال مادرید خوب و در اینتر شاید اینتر یک دسته خوب باشد اما یک نفر علاوه اونجا نتابد در قوس با دیگران خوب در باواریا. یعنی همین چیز رو من در نظر دارم که کدام دسته چنین فوتبالبازانی رو دارد که نه به تاکتیک نظر می‌اندازد نه به یک چیز دیگر، یک عمل‌های غیر استانداردی غیر قالبی می‌کند که بازی رو کلاً دیگر می‌سازد. در کدام دسته چنین فوتبالبازان بیشتر هستند؟ در این سمت من همه بازیکنان دسته ریال مادرید رو میگم، همش بله نام به نام همش میتونه این کارو کرده. از دسته‌های دیگر من با استعدادی خویچ کواratskhelia مثلا تن دادم به قوله برای آنکه ببینید که صد راهی او کسی شده نتوانست در بازی یکم. و از دسته بارسلونا لامین یامال در سطح بلندترین حالا قرار دارد در میان جوانان. من همین 3 نفر رو گفتم میتونم، 2 نفر و کلی بازیکنان دسته ریال مادرید. من به شک شبه به یگان این طرف آن طرف نگاه کردم. لامین یامال به طور مطلق در زینه اول نفری که آن حرکت‌های غیر استانداردی گفته در هر بازی الکی نشان میداد. خویچ کواratskhelia در زینه دوم. من بازیگران ریال رو نمیبینم، اگر کامبک شد بعد صحبت میکنیم. در زینه سوم من به طور غیر عادی لوئیس اسکلی آرسنال، نفر جوانی که واقعا هم در بازی اول نشان داد زید همون خود همون استعدادهای نادر ریال که چگونه باید بازی کرد و چگونه باید خود را گم به قولی نکرد. بله خب من در این مورد البته بازیگران پی اس جی رو بسیارتر میبینم، یعنی از نگاه شماره اگر نظر بندازیم چون این فوتبالبازان یعنی استعداد بلند داشته و عملهای غیر قالبی داشته در دسته پی اس جی از نگاه مقدار بیشتر هستند. در نظر دارم دزیری 2-1، خویچ کواratskhelia 2 و عثمان دمبله، یعنی 3 نفری که در خط حمله ویتینیا در خط حمله، یعنی یک بار چند بازیگری هستند که میتوانند بیرون از تاکتیک مونده بگویم که سمربی کلا بازی را دیگر سازند. خب من تشکر میگویم با شما برای شرکتتان در برنامه و دوستان ارجمند به خاطر رسانی میکنم که بعد از چند لحظه 2 بازی جوابی دور چهارک نهایی لیگ چمپیون‌ها با اشتراک دسته‌های بروسیا دورتموند بارسلونا و همچنین استون ویلا پی اس جی آغاز میشوند. بازی دسته‌های بروسیا دورتموند و بارسلونا را شما میتوانید مستقیما بعد از چند لحظه در تلویزیون ورزش و بازی دسته‌های استون ویلا پی اس جی را طریق تلویزیونی فوتبال مستقیما تماشا کرده میتوانید. من گلروز خونرزاده بودم، همراه با من فردوسی خورسند و ایمابک شودی بگزاد در استودیو مرکزی تلویزیون ورزش قرار داشتم در برنامه اورپا افروز. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و پیروز باشید.